بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی از سنت هایی هست که این سنت ها به نام سنن منسیه، یعنی سنت هایی که ایره باید مسلمان ها مراعات میکنن لکن فراموش شده. یکی از این سنت ها المشی حافیان، یعنی پای برهنه حرکت کردن. خب که چی حکمت است برای صحت انسان چقدر مفید است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شریفی که عبدالله ابن بریده ابن حسیب اسلمی میگه که کان النبی صلی الله علیه و سلم یأمرنا ان نحتفی احیانا. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را عمل میکرد که در بعضی حالات ما بدون یعنی پای برهنه پیاده روی بکنیم. صححه الالبانی، این امام البانی حدیث صحیح گفته در شماره 4160 در صحیح ابی داود. این که حکمت از چی است این ان شاء الله تعالی شما اگر از اتباع پرسان کنید. و یک وقت من در یکی از کشورها بودم، گفتن که اگر کسی پای برهنه میگرده برای چربی جگر و ایگا پا بسیار منفعت داره، دکتر توصیه میکرد. دوم، نتایج یک مطالعه نشان میدهد که کسانی که میخواهند عملکرد مغز خود را تقویت دهند باید با پای برهنه راه بروند. این مطالعه که توسط محققان دانشگاه نورت فلوریدا انجام شد بهبودهایی را در حافظه کاری کسانی نشان داد که با پای برهنه دویده بودند، اما این توانایی مغزی در حافظه افرادی که با بوتهایشان دویده بودند مشاهده نشد. دوم، سنن منسیه، دومی سنتی که فراموش شده او چی است؟ الاکل بثلاثه اصابع، غذا خوردن با 3 انگشت. کان النبی صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف میگه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یاکل بثلاث اصابع و یلعق یده قبل ان یمسحها. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با 3 انگشت غذا میخورد و باز انگشتای خود میچوشید قبل از اینکه اونا را پاک کنه یا مثلا کت دستمال یا بشوی دست خود. و این هم یکی از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. کسایی که مثلا اگر غذا میخورن با 3 انگشت غذا بخورن حتما این از نگاه صحی برشان مفید است، ولی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. حدیث است که ایده امام البانی در صحیح الجامی در 4882 حدیث صحیح گفته. سومی سنت از سنت های فراموش شده مسح اثر النوم بالید، مسح کردن آثار خواب است با دست. یعنی وقتی که آدم از خواب نو میخیزه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی داده داشتن؟ مسح اثر النوم علی الوجه بالید عند الاستيقاظ من النوم. اول پیغمبر سم با انگشتای دست خود امو چشمای خود چی میکرد؟ آثار خواب از رو چشمای خود دور میکرد. کما فی صحیح البخاری، ای در صحیح البخاری آمده در حدیث 183 که بسیاری از دوستا وقتی که از خواب میخیزن و چشمای خود با انگشتای خود مثلا آثار خواب دور نمیکنه، پس اینا را دوباره خواب میبرن. اگر این سنت مراعات بکنن ان شاء الله تعالی برشان حتما تأثیری در بیدار شدن داشته باشه. چهارمین سنت های منسیه فراموش شده صلات توبه هست، نماز توبه هست. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که ما من عبد یذنب ذنبا، میگه هیچ بنده نیست که یک گناهی را انجام بده فیتوضا، باز وضو بگیره، فیحسن الطهور، باز امی وضو را بسیار خوبش انجام بده، ثم یقوم، سپس بخیزه، فیصلی رکعتین، باز رکعت نماز بخونه، ثم یستغفر الله، باز از الله مغفرت بخواه بذلک الذنب، به خاطر زمین گناه، الا غفر الله له، مگر ای که الله او را میبخشه. یعنی اگر یک نفر یک اشتباه یا سهو میکنه یا گناهی را میکنه 2 رکعت نماز بخونه و این نماز توبه میگن دیگه، اینال الله را مغفرت میکنه. این حدیث صحیح الجامع حدیث 5738 است که امام البانی او را حدیث صحیح گفته است. پنجمین سنت های فراموش شده گفتن سبحانك اللهم و بحمدک. امی که مثلا انسان
وقتی که در یک مجلس میشیشه باشه، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بود که میگفت سبحانك اللهم، بعد از وقتی که از مجلس استارت میشد، از مجلس ختم میشد، دیگه در ختم مجلس میگفت سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. این هم یکی از سنت هایی است که فراموش شده و بسیاری کسا هستن وقتی که از مجلسشان ختم میشن چیزای دیگه را میکنن که یا هیچ انجام نمیتن و یا شاید دعاهایی بکنن که او با سنت برابر نیست. اما سنتی است که وقتی انسان مجلس ختم شد بگه سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک بعد القیام من المجلس و بعد قراءت القرآن و بعد الصلاة. سه سه جای است، بعد از ختم مجلس، بعد از قراءت قرآن و بعد از نماز. ما شما بخیر فراموش شده. ایده الترغیب و ترهیب در جلد 2 صفحه 338 است، اسنادش هم صحیح می باشه. ششمی سنت از سنت های فراموش شده پوشاندن ظرف است در شب. قال صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت غط الاناء و اوک السقا، شما بپوشانین امو ظرف غذایتان را و بسته بکنین امو ظرفی که در اونجا آب است. فان فی السنه لیله ینزل فیها وبا، یعنی در یک سال یک شب است که در او شب وبا نازل میشه، یعنی یک مرض خطرناک. لا یمر باناء لیس علیه غطاء او سقاء لیس علیه بکا، میگه امی وبا تیر نمیشه به یک ظرفی که او پوش نشده باشه، ظرف آب دانش بسته نشده باشه، الا نزل فیه من ذلک الوبا، امین مرض یا امین وبا در اینمی ظرف میاد که یعنی فردا که وقت غذا میخورن اینا به این مرض مبتلا میشن. یعنی خلاصه ای که یکی از سنت هایی است که وقتی که کسی ظرف آب داره یا ظرف غذا داره باید امو ظرف آب و ظرف غذا را چی کنه؟ سرش بسته بکنه. رواه مسلم، حدیث صحیح مسلم است 2014. هفتمین سنت از سنت های فراموش شده مسواک است. عن ابی هریره رضی الله عنه، ابو هریره رضی الله عنه میگه که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لولا ان اشق علی امتی، میگه اگر سختی نمیشد بالای امت ما لامرتهم بالسواک عند کل صلاه، میگه من اونا را امر میکردم که مسواک بزنن در وقت هر نماز. پس در وقت هر نماز که مثلا اگر کس مسواک بزنه تقریبا روزانه 5 مرتبه مسواک میشه که متاسفانه این سنت هم فراموش شده. رواه البخاری، این امام بخاری روایت کرده در جلد 2 صفحه 229. هشتمی سنت از سنت های فراموش شده الاستئذان قبل دخول 3، اجازه خواستن پیش از اینکه در خانه یک کس داخل شود 3 مرتبه. حالا بسیاری کسا دروازه باز باشه در اتاق داخل میشه، مثلا در اتاق داخل میشه یا در خانه داخل میشه، اینمی سنت مراد نمیکنه که 3 مرتبه تق تق بزنه که اجازه هست که من در خانه تو داخل شم یا نشم. بسیاری وقتا شاید یک نفر برهنه باشه و حالت باشه که نخواه که مردم رو ببینن. سعی کنین رسول اکرم صلی الله علیه و چی میگه؟ عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه، ابی موسی الاشعری رضی الله عنه صحابی مبارک چی میگه؟ میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الاستئذان 3، اجازه
اجازه خواستن 3 مرتبه است که اگر پشت دروازه شما میرین 3 دفعه باید چی کنین؟ اجازه بخواین، تق تق بزنین. فین اذن لک، اگر برات اجازه داد دروازه را باز کرد خوب، و الا فرجع، خلاص وقتی که دروازه را باز نکرد برو په خیر. یگانه که صاحب آنقدر خصوصا در وقت زنگ زدن که یک 50 دفعه بر زنگ میزنه که سر نماز هم هستی، این باید در زنگ زدن هم مراعات شود که وقتی یک دفعه زنگ زدی جواب نداد خلاص دیگه. صححه الالبانی، این امام البانی صحیح گفته در صحیح ترمذی حدیث 2690. نومی سنت از سنت های فراموش شده صلات رکعتین عند الخروج من المنزل و عند الدخول. سبحان الله، این هیچ کس عمل نمیکنه در این وقت. خواندن 2 رکعت نماز پیش از خارج شدن از منزل، از خانه، و وقتی که به خانه تان میرسین، این سنت است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که اذا خرجت من منزلک، وقتی که از خانه خارج شدی، فصلی رکعتین یمنعانک من مخرج السوء، میگه وقتی که از خانه میخواستی خارج شوی 2 رکعت نماز بخوان. این 2 رکعت نماز تو را از اونمو حالات زشت و بد حفظ میکنه. و اذا دخلت الى منزلک، و رسول الله صلی الله علیه و میگه که وقتی به خانه تان داخل شدین، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز بخوان، یمنعانک من مدخل السوء، تو را منع میکنه از امو چیزهایی که بدیها که در خانه تو داخل میشه. این هم حدیث صحیح است. صححه الالبانی، امام البانی را در 1323 در سلسله صحیحه حدیث صحیح بیان کرده. 10می سنت از سنت های فراموش شده التردید خلف المؤذن. بسیاری وقتا مؤذن آذان میته و هیچ کس امو جواب آذان نمیته، این سنت هم فراموش شده. التا گپ میزنن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من قال حين يسمع النداء، کسی که در زمانی که آذان بشنوه چی بگه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اگر اینم قدر بگه، این الفاظ دیگه شه باز مردم از دل خود جور کردن، اما سنت می هست که اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. باز اینجا چی میگه؟ در آخرش رسول الله میگه که حلت له شفاعت یوم القیامه، حلال میشه برای شفاعت من در روز قیامت است. یعنی در وقت آذان اول باید آدم کلمات آذان را تکرار بکنه و در ختمش امی دعا را بخونه. حدیث چی است؟ حدیث صحیح بخاری است 4719. یازدهمین سنت از سنت های فراموش شده سلام دادن بر اطفال است. بسیاری کسا مثلا تیر میشن وقتی که یک جماعت از جوانا و نوجوانا هستن، 6 تا اطفال هستن، بر از اونها سلام نمیتن، در حالی که السلام علی الصبیان، رسول الله صلی الله علیه و سلم بینمی اطفال هم سلام میداد، یک نوع بر از اونها تربیه میشه. عن انس بن مالک رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر علی غلمان فسلم علیهم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک جماعتی از اطفال یا نوجوانا مرور کردن، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونا سلام دادن، برشان گفت که السلام علیکم. حدیث صحیح مسلم است، حدیث شماره 21 2168. از جمله سنت های فراموش شده دیگه سنت چی است؟ اذکار الصعود و النزول. و بسیاری وقتا ما و شما مثلا در یک بلندی بالا میشیم، در یک تپه بالا میشیم و یا پایین میشیم در یک منطقه، اینی چی است؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کنا اذا صعدنا کبرنا. یکی چی میگه رسول الله صلی وقتی که در زمان رسول اصحاب قسم میکنن، میگه وقتی که ما در یک جای بلند میشدیم کبرنا، میگفتیم الله اکبر. شما در زینه بالا میشین، شما مثلا در یک تپه بالا میشین، شما در یک منزل بالا میشین، باید بگین الله اکبر. و اذا نزلنا، و وقتی که ما پایین میشدیم سبحنا، میگفتیم سبحان الله. حدیث صحیح بخاری 2993. 13مین سنت فراموش شده
السلام علی من عرفت و من لم تعرف. در عصر رسول الله سمی قسمی نبود که کسایی را بشناسن او را سلام بدن، کسایی را که نشناسن سلام ندن. حال متاسفانه همین قسم شدن، هر کس را میشناسن برش سلام میتن و هر کس را نمیشناسه برش سلام نمیتن. در حالی که عن عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما میگه که ان رجلا سأل النبی صلی الله علیه و سلم، میگه یک شخصی از رسول الله پرسان کرد ای الاسلام خیر، کدام اسلام خوب است، یعنی همین مسلمانی کی بسیار خوب مسلمانی است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که تطعم الطعام، که برای دیگرها غذا بدی، و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف، که تو سلام بدی خواه کس را بشناسی یا نشناسی. در هر کس روبروی تو میشه برش سلام باید بدی، پشت از این نگردی که میشناسم یا نمیشناسم. این هم حدیث ابو داود است و این شیخ البانی در صحیح ابو داود در حدیث 5194 در جمله احادیث صحیحه ذکر کرده. 14مین سنت فراموش شده که است الجلوس و عند الشرب است، که بسیاری کسا استادکایی آب می نوشند. غلط است. نشستن در واده آب نوشیدن است. عن انس رضی الله عنه، انس رضی الله عنه میگه که عن النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن یشرب الرجل قائما، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرد که یک شخص استاده آب بنوشه. قال قتاده رضی الله عنه میگه فقلنا فالاكل، میگه ما گفتیم خیلی خوردن چطور؟ فقال ذاک اشر و اخبث، این شریرتر و خبیثتر است که یک نفر چی کنه؟ استاده غذا بخوره، که متاسفانه سیستم‌های اروپایی و غربی در بین مسلمان‌ها مروج شده. 15مین سنت از سنت‌های فراموش شده چی است؟ التفل علی الیسار ثلاثا عند الوسوسه فی الصلاة، میگه چی است؟ امو آب دهن انداختن یا تف کردن وقتی که در نماز اگر شما را شیطان وسوسه کرد. ان عثمان ابن ابی العاص اتى النبی صلی الله علیه و سلم، میگه عثمان پسر ابی العاص رضی الله عنه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. فقال یا رسول الله، برش گفت که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی، گفت شیطان حائل واقع شد، یعنی مانع واقع شد بین ما و بین نماز ما، یعنی مرا وسوسه کرد و در وقت قرائت ما یلبسها علی، کمی نماز مرا سبب تو گرد وقت میکرد امی قرائت بر ما بیخیام تو چیز کرد که ما شیطان وسوسه ام کرد که حتی فکر کردم خدام چی خواندیم چی نخوانیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ذاک شیطان، گفت که یک شیطان است یقال له خنزب، نام از این خنزب خان است. فهمیدین این شیطان؟ فاذا احسسته، وقتی که امی احساس کردی که خنزب خان تو در امی نماز چی کرده وسوسه کرده، فتعوذ بالله من، پس با الله از او پناه بجوی. وطفل علی یسارک ثلاثا، و به طرف چپت 3 مرتبه آب دهن بریز. فقال فعلت ذلك، بی صحابی مبارک میگه که من این کار کردم. فاذهبه الله عنی، الله می وسوسه را از قلب من دور کرد. حدیث صحیح مسلم است 2203. شانزدهمین سنت فراموش شده الوضوء عند النوم. سبحان الله، ایره کی میکنه در وقت؟ وضو کردن در وقت خواب است. عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه قال، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود طهروا هذه الاجساد طهركم الله، شما این جسدهایتان پاک کنید الله شما را پاک میکنه. فانه لیس عبد یبیت طاهرا الا بات معه ملک، میگه هیچ کسی شب خواب نمیکنه در حالی که وضو داشته باشه مگر این که الا بات معه ملک، که همراهش یک ملائکه شب تیر میکنه. فی شعاره، در کنارش لا ینقلب ساعتا من اللیل، که در هیچ ساعت
شب امین نفر که به وضو خواب کرده پهلو دور نمیته الا مگر قال که ملک برش میگه اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا، پروردگارا ای بنده ته ببخش این شب چی کرده پاک خواب شب تیر کرده. سبحان الله. الالبانی صحیح الجامع، امام البانی در صحیح الجامع حدیث 3936 است. 17مین سنت از سنت های فراموش شده الابتسام، تبسم است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لا تحقرن من المعروف شیئا، از نیکی ها هیچ چیز حقیر فکر نکو، ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق، حتی اگر تو بتانی امو برادرت با پیشانی باز با ابتسام تو چی کنی ملاقات کنی. سبحان الله. بسیاری کساست که میگه سلام علیکم میگن مثل که کت جنگ میکنن در پیشانیش 1111 نوشته است. این حدیثی است صحیح مسلم 2626. باز خدا بسیار دیندار میگیرن، بسیار بد اخلاق هم هستن. 18مین سنت که فراموش شده الصلاة فی النعال، نماز خواندن همراه بت‌ها. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت خالف الیهود، شما با یهود مخالفت کنین، فانهم لا یصلون فی نعالهم ولا خفافهم، میگه یهودیا با همراه از امو بت‌ها و امو پاپوش های خود نماز نمیخوانند، شما به همراه بوت و پاپوشتان چه کنین نماز بخوانید در بعض حالات. حدیث ابو داود است و امام البانی در صحیح ابو داود در 652 را حدیث صحیح بیان کرده. 19مین سنت از سنت های فراموش شده عدم عیب الطعام، که رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت یک غذا را بدگویی نمیکرد. حالا بسیاری کساست ما شما متاسفانه بعض غذا که خوش ما نبه سرش بسیار تبصره میکنیم. چی میگه؟ میگه ما آب رسول الله صلی الله علیه و سلم طعاما قط، میگه هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و هیچ غذا را بد نمیگفت. کان اذا اشتهى شیئا اکله، وقتی که یک چیز اشتهاش میورد میخورد، و ان کرهه ترکه، وقتی که بعدش میامد نمیخورد. اما عیب نمیکرد که چی از شوله پخته کردین، بانجان پخته کردین، که کچالو پخته کردین، این بسیار بد است. این مخالف سنت است. صحیح مسلم میگه در حدیث 2064. 20مین سنت از سنت های منسیه الدعاء بعد الاذان، دعا کردن بعد از اذان است. من قال حين يسمع المؤذن، کسی که میگه بگوید که وقتی که مؤذن میگه و ان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، این باید بگه رضیت بالله ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگه کسی رو بگه گناه های قبلیش میشه بخشیده میشه. این هم در صحیح الجامع 6422 این امام البانی این است حدیث صحیح گفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. 21م سنت از سنت های فراموش شده الاخلاص و الموعظتین قبل النوم، یعنی خواندن سوره اخلاص قل هو الله احد و موعظتین یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس قبل از خواب است. یکی از سنت هایی که فراموش شده که بسیاری کسا وقتی که استراحت میکنن خواب میکنن به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیکنن. چرا؟ در حدیث شریف میگه که ان النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا آوى الى فراشه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به بستر خوابشان میرفتن کل لیلة، یعنی هر شب وقتی که به بستر خوابشان میرفتن جمع کفیه، اما کفای دست خود جمع میکردن، ثم نفس فیهما و در اونا دم میکردن، فقرأ فیهما در امی کفهای دست خود چی را میخواندن؟ قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. این سه سوره را میخواندن. ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده، باز مسح میکردن توسط امی دو کف دست خود
هر جای از جسدش که دستش برش میرسید یبدأ بهما على رأسه و وجهه، یعنی از کجا شروع میکرد؟ از سر و روی خود شروع میکرد. و ما اقبل من جسده، و از طرف پیشروی جسد خود، یعنی می قسم سینه خود و تخته سینه خود تا و پایش، باز به امی قسم باز پشت سر تا جایی که دستش میرسید. و این یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که امروز فراموش شده و در حدیث 5000 عبدی صحیح البخاری آمده است. یفعل ذلك 3 مرات، یعنی میگه این کار چی میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ 3 مرتبه میکردن، یعنی اعضای بدن خود مس 3 مرتبه میکردن. دیگه از جمله سنت های فراموش شده 22ام سنت صلات الضحی هست، نماز چاشت. چاشت ما و شما چاشت در زبان عربی ضحی چی رو کدام وقت میگن؟ وقتی رو میگن که از ساعت 8 بجه شروع میشه تا تقریبا ساعت 10 بجه و اینی وقتا. دیگه بین نیمی 8 بجه و 10 بجه ساعت 8 و 9 و 10 اینی وقت صلات الضحی می باشه. عن ابی هریره رضی الله عنه، ابو هریره رضی الله عنه میگه که قال اوصانی خلیلی بثلاث، میگه مرا وصیت کرد دوست ما، یعنی دوستش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا توصیه کرد به 3 چیز لا ادعوهن حتی اموت، که من یا را باید ترک نکنم حتی زمان مرگم. این 3 چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ابو هریره رضی الله عنه وصیت کرده بود چی بود؟ صوم 3 ایام من کل شهر، روزه گرفتن 3 روز از هر ماه، یعنی روزای این ایام بید میگن 13 14 و 15 ماهای قمری را که انسان مسلمان 13 و 14 و 15 ماه قمری را یادداشت بگیرن و این 3 روزه بگیرن. و دیگه برای چی میگه مرا توصیه کرد؟ و صلات الضحی، و دیگه یکی است که صلات الضحی را بخوانیم که همین ساعتای 7 و نیم 8 9 تا 9 و نیم و 10 این وقتا نماز ضحی. و نوم علی وتر، و دیگه وصیتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وصیت کرد و چی بود؟ که من خواب کنم به نماز وتر، یعنی نماز وتر خود در مسجد نخوانم و نماز وتر به همراه نماز خفتن نخوانم، بلکه او را نگاه کنم بانم خوب تا وقتی که اراده خواب کردم باز وتر بخوانم، بعد از چی کنم؟ خواب بکنم. دیگه این حدیث 1178 صحیح البخاری هست که این 3 سنت بسیار مردم کل ما و شمایی بیخی فراموش شده. 3 روز روزه را در ما خو بسیار کم است، بیخی فراموش شده. نماز ضحی خو اکثر نمی کسایی که هستن دیگه ایام فراموش شده و این وتر زود مردم در مسجد میخوانن، خدا خلاص میکنن پیش از نماز خفتن. این 3 سنت است که فراموش شده که الله بر ما و شما توفیق بده که این سنت ها را چی کنیم؟ زنده بکنیم. بیست سنت از سنت های فراموش شده البدء بالوضوء عند الاغتسال، که پیش از غسل باید وضو بکنیم. یعنی حال فعلا بسیار مردم از وقتی که می شاوری گپا برآمده که می شاور که شروع کرد دیگه فرق سرش هم دیگه آمده میره، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه غسل بکنه وضو می گرفت. در حدیث شریف می حدیث صحیح نسائی است نمبر 247 حدیث نسائی است و امام البانی هم گفته که حدیث صحیح است. ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا اغتسل من الجنابه
میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که غسل جنابت میکردن بدأ فغسل یدیه، اول دستای خود میشستن، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، باز وضو میگرفت اونمو قسم وضویی که برای نماز میگرفت. ثم يدخل اصابعه الماء، ثم يدخل، باز داخل می نمود اصابعه انگشتایش الماء در آب، فیخلل بها اصول شعره، باز خلال میکرد اصول موشه، یعنی بیخای موشه. ثم يصب على رأسه 3 غرف، باز آب میریختان بالای سرش 3 کف. ثم يفيض الماء على جسده كله، باز آب بالای تمام جسدش می انداخت. اینالی طریقه مصنوعی است که ما چی کنیم؟ اما وضوی خود قبل از غسل باید چی کنیم؟ وضو بکنیم. 24م حدیث از احادیث یا از سنت های فراموش شده، دعا و لبس الثوب الجدید، دعای پوشیدن لباس جدید است. یعنی انسان یک لباس جدید می پوشه دیگه باید کدام دعا را بخونه؟ میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت داشت اذا استجد ثوبا، وقتی که لباس خود جدید میکرد یعنی لباس جدید می پوشید، سماه باسمه، بازو را به نامش می گرفت، عمامه، لنگی او قمیصا یا پیراهن او رداء یا قدیفه. ثم یقول، باز می گفت اللهم لك الحمد، پروردگارا بر تو حمد هستن که سوتنیه که ایره بر ما پوشانیدی، اسألک خیره و خیر ما صنع له، پروردگارا من خیر از این سوال میکنم و خیر آنچه که به خاطر ازی ساخته شده است، و اعوذ بک من شره، و ما پناه میبرم از شر اینمی لباس ها، و شر ما صنع له، و شر آن چیزی که ای برش چی شده؟ ساخته شده هست. یکی از سنت هایی است که فراموش شده که بسیاری کسا لباس میپوشند و این حدیث ما فکر نمی کنم که بسیار از مسلمان ها یاد داشته باشن یا دعا را خوانده باشه که الله توفیق نصیب بکنه. حدیث صحیح ترمذی هست 1767 و امام البانی گفته حدیث صحیح هست. 25م سنت از سنت های فراموش شده دعا کردن است وقت شنیدن صدای آذان خروس است. در حدیث شریف می حدیث صحیح البخاری هست 3303 رسول الله صلی الله علیه و میگه اذا سمعتم سیاح الدیکه، وقتی که شما صدای خروس شنیدین، فاسألوا الله من فضله، الله را از فضیلتش سوال بکنین، فانها رأت ملکا، میگی ملائکی را دیده. پس وقتی که ملائکه را میبینه و صدا میکنه آذان میته، انسان در اون لحظه دعا بکنه به خاطر ازی که چی میشه؟ از الله سوال بکنه، چون ملائکه در اونجا حضور داره و اما دعای انسان بالا میبره. و اذا سمعتم نهیق الحمار، وقتی که صدای خر شنیدین مرکبه، فتعوذ بالله من الشیطان، شما از الله از شیطان به الله پناه بجوین، فانه رأى شیطانا، چرا ای شیطانی را میبینه. خب این قدرت الله هست که حیوانات
حتی عذاب قبر هم احساس میکنن و بعضی اوقات شیطان و ملائکه رو میبینن و ما و شما دیدن نمیتونیم. ما و شما ایمان داریم و حدیث صحیح بخاری هست. انسان مسلمان کوشش کنه که امی سنت ها را زنده بکنه. بیست و ششم سنت از سنت های فراموش شده قرائت آیت الکرسی دبر کل صلات. خواندن آیت کرسی هست بعد از هر نماز. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من قرأ آیت الکرسی، کسی که آیت الکرسی را بخوانه دبر کل صلات بعد از هر نماز مکتوب فرض، لم یمنعه من دخول الجنة، این مانع از داخل شدن جنت چیز نمیشه الا ان یموت، مگر این که ای بمیرد. یعنی دروازه های جنت برازی چی میکنه؟ باز میکنه. در صحیح الجامع 6464 حدیث است. بیست و هفتم حدیث از احادیث از سنن فراموش شده صلات و رکعتین فی المسجد عند القدوم من السفر. وقتی که یک نفر از سفر میای به خانه خود دیگه باید 2 رکعت نماز اول در مسجد بخوانه. چرا؟ ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لا یقدم من سفر، میگه از هیچ سفری نمیامد الا نهارا، مگر در روز میامد فی الضحى، وقت ضحا که وقت که روشنی میشد ما و شما بتونیم ساعت 7-8 بجه. شب نمیامد که شاید اعضای فامیلش به تکلیف شون و ورخطا شون. فاذا قدم، وقتی که میامد از سفر بدأ بالمسجد، اول میره به مسجد، فصلى فيه رکعتین، باز 2 رکعت نماز در اونجا میخواند در مسجد، ثم جلس فيه، باز در مسجد یک چند دقیقه میشیشت. حدیث صحیح مسلم است 716. و ای والله علم یکی از خوبیایشی است که بعضی اوقات خانم ها وقتی که شوهرشان در سفر باشن اما لباس خراب می داشته باشن یا مثلا بدنشان آمادگی نمی داشته باشن، دیگه نالی که از سفر می اگر مستقیما به خانم خود در حالت خرابش می بینه شاید از او کراهیت پیدا کنه. پس اگر این سنت رسول الله صلی الله علیه و تطبیق بکنه، اول در مسجد بره و اونا خبرش می شدن، باز بعد از او به خانه می رفتن، اعضای خانواده هم آمادگی خود می داشته باشن. بیست و هشتم سنت از سنت های فراموش شده المحافظت علی السنن الرواتب، محافظت به نمازهای سنن رواتب است. سنن رواتب اما سنت هایی است که در شبانه روز خوانده میشه، 12 رکعت است. اینال رسول الله صلی الله علیه و میگه که من صلى فی اليوم واللیله 12 رکعتا تطوعا، کسی که در شبانه روز 12 رکعت نماز نفلی بخوانه بنى الله له بیتا فی الجنه، الله خانه در جنت برای او آباد میکنه.
او کدام یکیست؟ 4 قبل الظهر، 4 رکعت قبل از ظهر است، و رکعتین بعدها، 2 رکعت بعد از ظهر است، و رکعتین بعد المغرب و 2 رکعت بعد از نماز شام است، و رکعتین بعد العشاء و 2 رکعت بعد از نماز خفتن است، و رکعتین قبل صلات الغداء و 2 رکعت قبل از نماز صبح است. حدیث صحیح الجامع است 6362. بیست و نهم سنت از سنت های فراموش شده تغییر الشیب و تجنب السواد. این سنت است که کسایی که مویش سفید میشه اما سفیدی را تغییر بده و از سیاهی اجتناب بکنه. حین جاء ابو بکر الصدیق به ابیه ابی قحافه، در حدیث شریف میگه که وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پدرش که ابو قحافه نام داشت، این به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله یوم فتح مکه، در روز فتح مکه، یحمله کوره حمل میکرد، یعنی بسیار سفید شده بود دیگه، حتی وضعه، تا که ایره گذاشت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم، این پدر خود مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت. و رأى رأسه كأنها الثغامه، الثغامه بیادا، میگه موی سرش تو بود مثل ثغامه، کدام چیزی هست بسیار سفید است، یعنی مثل یک پرنده سفید واره. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که غیروا هذا، شما ایره تغییر بدین، ای شیبه، یعنی چی را؟ پیری، سفیدی را، یعنی سفیدی های مویتان چی کنین؟ تغییر بدین. و جنبوه السواد، شما ایره اجتناب کنین از چی؟ از سیاهی، یعنی ایره سیاه نکنین. حالا متاسفانه مردم اول خود تغییر نمیتن، اکثر مردم چی میگن؟ او سیاه رنگ میکنن، خدا جوان میسازن. وقتی که سیاه رنگ کرد بازیگن مرگش یادش میره، ما اگر تغییر میده با رنگ های دیگه مثل خینه و مثل دیگه رنگ ها. غایت المرام 105، این غایت المرام در صفحه 105 آمده. از جمله سنت های فراموش شده 30مین سنت چی است؟ صلات الوتر. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله زادکم صلاتا، الله بر شما زیاد کرده یک نماز را، و هی الوتر، این نماز وتر است، فصلوها بین صلات العشاء الى صلات الفجر، این را بخوانین بین نماز خفتن و نماز صبح. سلسله صحیحه 108. یکم سنن منسیه چی است؟ عدم و افراد یوم الجمعه بالصوم، که باید نماز جمعه روزه نگیریم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یصومن احدکم یوم الجمعه، یکی از شما باید روز جمعه را روزه نگیره، یعنی به تنهایی باید روزه نگیره، الا ان یصوم یوما قبله او بعده، یا یکی مثلا اگر
باز یک روز پیش از روزه گرفته باشه یا یک روز بعد از او باز پروا نمیکنه. اما تنها روز جمعه را به روزه باید روزه نگیرین، چرا روز جمعه روز عید مؤمنین است. صحیح الجامع حدیث 7730. دیگه از جمله سننهای منسیه چی است؟ خروج النساء للمساجد لیلا، خارج شدن زنها شبانه به مسجد، یعنی زن شبانه بره به مسجد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله هم گفت که اذنوا للنساء باللیل الى المساجد، شما برای خانمایتان اجازه بدین که شبانه به مسجد برن. حالا تا روزانه نمیمانن، شانه لیلامی فروشی میمانند و طلا میمانند، لکن در مسجد نمیمانند. حدیث صحیح بخاری 899. سی و سوم سنت از سنت های فراموش شده، استحباب المضمضه بعد شرب اللبن و نحوه. میگه مزمزه کردن از بعد از نوشیدن شیر و چیزهایی که مثل از این است. ان النبی صلی الله علیه و سلم شرب لبنا، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر نوشیدن، فدعا بماء، آب خواست، فمضمضه، بازو را مزمزه کرد، و قال ان له دسما، گفت که این چی داره؟ چربی داره. پس باید انسان دانخته چی کنه؟ مزمزه بکنه. صحیح ترمذی حدیث نمبر 89.